شما بچه های یاش فامیل چی گفته؟ عمرعلی غفور. چند سال شد گفتی زندگی؟ 5 سال زندگی کردیم. 5 سال طولی 5 سال زندگی. نام و فامیل چی بود؟ عمرعلی غفور. عمرعلی غفور. نامی یانگا یا کنم نامی کنم. نصیبه بانو. راستی که شما مسئله فرزند من جدا می نویسم هم ماشا یک تا پدراب نکردم می نویسم که چی لازم شما با انا دولتر یکش آنی برای خمیگی راست ای همه جایی نیافته میشد ای همه ابتکای یافته میشد نونه که ارگینالش کچستوی بلندش پروفیسیونال دروها میدونی در کدام اپتیکا؟ در کدام اپتیکا؟ اپتیکای 17 بدون اپتیکای 17 کجا؟ میری یکو پیش خود دیو پیش خود اپتیکای 17 خب عیدتان نبرد خب سلامت باشید حضور رحمت کنم آقای دکتر جان اتم سلامت گفت نفهمیدم اتم سلام تو هم گفت اتم پدرتون؟ پدرم ایستا تو فرزندی کی تو؟ فرزندی حاجی غفار حاجی غفور غفور شین بچه تو جمع ده تو بر وقتا نمیگی من داده برکته من داده کانت ازن ولی من فرزند حاجی غفور میشم کانت ازن او بر وقتا نمیگیم که یک کانت ازن آنه جمع خود میگم روز دیگه این دارو شما با در کار نیم دیدم یه درون حوضی شما میرن نمیسونده مرا داده آره شما با در کار نیست جیان؟ همیتن شما میدونی چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ شما هر سحره میخیزید و یک بقلشکر اصل میخرید هر سحره یک بقلشکر یک پیولاد اصل ها بنده میخورید ایشاره که صاحبی فرزند میشه